با درود به شما بینندگان عزیز، عزیزانی که تا به حال این برنامه ها رو دنبال کردید. در برنامه دفاعیات مسیحی در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحالم که میتونم یک بار دیگه با دوست و برادر بسیار عزیزم دکتر ساسان توسلی در خدمت شما عزیزان باشم. ساسان جان خیلی خوش اومدی به این برنامه. مرسی رضا جان، مرسی برای دعوتت و همکاری تو این برنامه. منم دارم خیلی از وقتمون لذت میبرم. منم خیلی خوشحالم و موجب افتخار منه که میتونم با شما این برنامه رو برای دوستان عزیز بیننده آماده بکنیم با هم دیگه. ما در رابطه با موضوعات مختلفی توی برنامه‌های قبلی صحبت کردیم، استدلالاتی که برای وجود خدا، برای عالم هستی وجود داره. در به طور خاص برنامه آخری در رابطه با نظام یا اون زمان بندیه که اون طراح آسمانی کرده صحبت شد. ما می‌خوایم در رابطه با استدلالات اخلاقی شما تو این برنامه برای ما بیشتر توضیح بدید. بسیار خوب، بسیار خوب. گفتیم که در طول تاریخ تفکر انسانی دلایل مختلفی رو افراد مطرح کردن، متفکرین، چه بعضیا فیلسوفای یونانی از زمان سقراط و ارسطو تا فیلسوفای یهودی، مسیحی و اسلامی، استدلال‌ها، دلایل، شواهد که ارائه دادن برای وجود خدا، برای اثبات اینکه این عالم هستی نیاز به یک خالق داره، این نظام هستی نیاز به یک تفکر طراح داره و این با هم چند هفته وقت گذروندیم درباره اینها. حالا میخوام وارد یک استدلال دیگه بشیم که به اون میگیم the moral argument for God's existence، یا استدلالی که بر اساس اخلاقیات هست، بر اساس اصول اخلاقی هستش که خود اخلاقیات ما و حالا به فارسی میتونیم یه مقدارم بگیم وجدان ما، اون چیزی که خوب و بدی رو از هم تشخیص دادن، تمام اینا برمیگرده به نظر ماهایی که به خدا ایمان داریم نشانه‌های برای وجود خدا. و صحبت ما تو این برنامه این خواهد بود که بدون اگر خدا وجود نداشته باشه خوب و بدی معنی پیدا نمی‌کنه. لب کلام رو من گفته باشم، اگر خدا وجود نداشته باشه خوبی و بدی، رفتار زشت و رفتار پسندیده معنی پیدا نمیکنه در زندگی انسانی. چه دلیلی داره اون وقت مردم قوانین مدنی وضع کنن و اخلاقی و غیره. این پس صحبت ماست. ولی قبل از این که من وارد این بحث امروز بشم رضا جان، خواستم فقط دوباره اشانتیونی اشاره بکنم که ما فقط و فقط تو این برنامه‌ها بنده دارم از کتابای استفاده میکنم. بنده گفتم خودم نه فیزیک دانم، نه شیمی دانم، نه ستاره شناسم، نه ریاضی دانم و خودم تخصصی توی قسمت‌های علمی این صحبت‌ها ندارم، ولی دارم از متفکرین خیلی برجسته مسیحی استفاده میکنم درباره این بحث‌های استدلالی و منطقی و علمی. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که ما فقط به قول معروف به اصطلاح انگلیسی we are just scratching the surface، یعنی ما فقط داریم اشانتیونی مسائل رو به طور کلی مطرح میکنیم. هنوز یک عالم جزئیات تو این استدلال‌ها، تو این شواهد وجود داره. نه فقط ایمانداران به خدا چه دلایلی رو میدن، بلکه مخالفین چطوری این دلایل رو انکار میکنن، نقد میکنن و بعد ما دوباره به اون انکار اونا و نقد اونا چه جوابی بدیم. هنوز من وارد تو این بحثا اینی که امکان نداره که ما وارد کل این جنگ و جدال‌های فلسفی و علمی بشیم. اینو من تا حالا زیاد نگفتم که من میخوام که اگر دوستانی بگن که ساسان این حرفایی که میزنی نه جوابش اینه، به این استدلالا جواب دادن افرادی که ملحد هستن، میدونم که جوابهایی داده شده در طول تاریخ و امروزه، ولی ما هم بعد به اون جوابها جواب دادیم و میگم ما دیگه نمیتونیم خیلی وارد عمق همه این صحبت‌ها بشیم. من فقط دارم کلیدی، تقریبا کلیدی میگیم، یعنی واژه‌های کلیدی رو یا قسمت‌های کلیدی رو قسمت‌های کلیدی و واژه‌های کلیدی رو دارم استفاده می‌کنم و این کتاب‌هایی که دارم استفاده می‌کنم که بهشون اشاره می‌کنم گاهی خیلی عمیق‌تر وارد صحبت‌ها میشن. مثلا همین صحبت طراحی و نظم عالم هستی، فیزیک امروز صحبت‌هایی رو می‌کنه از جمله خود آقای استیون هاکینگ دانشگاه کمبریج که اصلا شاید یک عالم هستی نیست بلکه میلیاردها میلیارد عالم‌های هستی دیگه در دنیاهای موازی دنیای ما وجود داره. اینا همه بحث‌های خیلی پیچیده فیزیکی و ستاره کیهان شناسی هست. خود ویلیام کریگ جواب میده به این اعتراضات،
نقد میکنه این صحبت ها رو، ولی ما دیگه تو این برنامه‌های تلویزیونی وارد عمق این مسائل نمیتونیم بشیم. اینو من فقط خواستم برای اینکه وجدان خودم رو راحت بکنم گفته باشم که عزیزان بدونن که بحثا خیلی میتونه پیچیده‌تر از این حرفا باشه. ما داریم حالا اصول کلیش رو مطرح میکنیم. حالا برای این قسمت برنامه هامون دارم خیلی از این کتاب آنگارد، نویسندش ویلیام کریگ، استفاده میکنم و ویلیام کریگ این صحبت ربط خدا به اخلاقیات رو اینطوری برامون رضا جان مطرح میکنه. و سوالش خیلی قشنگه هم هست. سوال فصل 6 این کتاب، ویلیام کریگ یک فیلسوف خیلی مشهور آمریکایی هستش. Can we be good without God؟ آیا ما میتونیم خوب باشیم بدون خدا؟ این سوال هست. آیا ما بدون خدا میتونیم خوب باشیم، افراد انسان‌های خوبی باشیم؟ جواب شما چیه به این سوال؟ طبعا مفهومی پیدا نمیکنه خوبی و بدی. اگر نه، ولی یه نفر میتونه خوب باشه بدون خدا؟ آدم خوبی باشه، درست کار باشه، قوانین مدنی و انسان دوستی انجام بده؟ مسلما هممون میشناسیم. یعنی ما صحبتمون این نیست که اگر به خدا ایمان نداری پس حتما آدم بدی هستی. صحبت ما این نیست. صحبت ما خوبی و بدی نیست اصلا. خوبی و بدی اشخاص نیست. ببین من میخوام اینجا خیلی ویلیام کریگ میگه هنوز خیلی حتی فیلسوفا واسهشون سوء تفاهمه. صحبت ما این نیست که اگر یه نفر به خدا ایمان نداره پس حتما آدم دزد و غالطاق و متجاوز و دروغگو و پس اگه به خدا ایمان نداری حتما زندگیت و خصوصیات اخلاقیت این چیزاست. نه 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 نه. یه نفر میتونه به خدا ایمان نداشته باشه و یک آدم بسیار انسان دوست، مهربون، فروتن، با از خود گذشتگی، کمک به افراد فقیر، افراد مریض. یه نفر میتونه کاملا وجود خدا رو انکار کنه و شخصیت بسیار خوب و دوست داشتنی و نازنینی داشته باشه. خیلی بیشتر از کسایی که حتی مدعی میکنن که خدا رو خیلی بیشتر از کسانی که ادعا میکنن خدا دوستن و دنبال دین و مذهب و خدا هستن. متاسفانه یه دلیل مهم که در تاریخ بشریت و امروزه خیلی خدا رو انکار میکنن به خاطر رفتار آبروآمیز افرادیه که ادعا دارن که اهل خدا و دین و مذهب هستن. آبروریزانه همون آبروریزی میکنن از هر چی دین و مذهب و ایمان به خداست. پس صحبت ما اتهام شخصی به افراد نیست که به خدا ایمان ندارن. صحبت ما چیه؟ صحبت ما اینه که اگر خدا نباشه تو دلیلی نداری برای خوب بودن. میتونی آدم خوبی باشی ولی اون سلیقه شخصی خودته و نمیتونی محکوم کنی کسی که میخواد خوب نباشه. یعنی تو به خدا ایمان نداری ولی میخوای انسان دوستانه زندگی کنی، ولی نمیتونی نقد کنی کسی که داره تجاوز میکنه، دزدی میکنه، قتل میکنه، چاخان میگه، خودشو سوء استفاده میکنه. دیگه نمیتونی اونو محکوم نمیتونی بکنی. چرا؟ چون اساسی نداری برای محکوم کردن. چون فقط خوبی یه چیز سلیقه شخصیته. بنده و شما اگه بریم رستوران، بنده شاید بستنی شکلاتی دوست داشته باشم، شما بستنی چی دوست داری رضا جان؟ وانیل. من وانیلی میخورم. وانیل، توت فرنگی، هر چی. من بستنی شکلاتیمو میخورم، شما وانیل تو میخوری، یه دوست دیگه توت فرنگی میخوره. نمیتونیم بگیم که توت فرنگی بده، وانیل بده، شکلات خوبه. خوب و بد معنی نداره. این سلیقه است. صحبت ما اینه اگر خدا نباشه خوبی و بدی معنی پیدا نمیکنه. معنی یعنی اساس نداره، توجیه نداره. صحبت توجیه رو دارم میکنم. انگلیسی میگیم justification. میخوای خوبی بکن، سلیقت، تصمیمت، ارادت. آلبرت کامو، یک فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی و نویسنده، به خدا ایمان نداشت ولی گفت باید تصمیم بگیریم که انسان دوستانه زندگی کنیم. ولی فقط یک تصمیمه، آخرش هیچ فرقی نمیکنه. اگر خدایی نیست و آخرم میمیریم و همه چیزم تموم میشه، فرقی نمیکنه. تو انسان دوستانه زندگی کنی، خودتو خوشحال میکنی. یکی هم دوست داره مردم رو آزار بده و از دیگران سوء استفاده میکنه برای موقعیت خودش، اونو خوشحال میکنه. تو دیگه نمیتونی محکوم بکنی و بگی این کار زشته، این کار اشتباهه، این کار بده، چون استانداردی برای خوبی و بدی وجود نداره. قبول داری این صحبت رو؟ در این حال یک عقایدی هست در طول تاریخ بوده و امروز هم هست که تعریفی رو که
از خدا میکنن یا از اعتقاد به خدا دارن به همین شکل هست، حالا به اشکال مختلفه و یکی از اونها همینه که میگن که ما زندگی ما یک جبره و همه چیز در اجبار و در جبره و اگه گناه هم بکنی توی جبره، اگه و مردن یک جبره، همه چیز جبره و اون موقع اونجا هم تو اون ایده هم هیچ ارزشی نداره. گناه و زندگی مقدس، خوبی و بدی که شما اشاره کردید بی ارزشه و خیلی نکته جالبیه. و حالا اینی که میگی جبره، دوباره به اصطلاح علم امروز داره یه همچین ادعاهایی رو میکنه. تو چند تا برنامه گفتیم بعضی وقتا کشف‌های علمی تطبیق داره با ادعاهای ایمان، بعضی وقتا کشف‌های علمی تضاد داره و اونجا باید زیر سوال ببریم که آیا واقعا این یه داده علمیه یا درک اشتباه ما از علمه. امروزه تو علم نوروساینس که من خیلی دوست دارم مقاله‌های مختلف دربارش بخونم، میگن که آره، هر کاری که انسان‌ها میکنن بر طبق تأثیرات مولکولای مغزشونه، هیچ کنترلی خودشون ندارن. انسان فکر میکنه که آزادی داره، اختیار داره، حق تصمیم و انتخاب داره، این ولی یک احساس کاذبه که ما انسان‌ها به خودمون دادیم. علم میگه، این از اون صحبتایی که علم میگه، که هر کاری که ما میکنیم بر طبق حرکت‌های مغزمون هست و این اتفاقاتی که تو مغز ما میفته و اون ما رو کنترل میکنه و ما واقعا در آخر حق انتخاب و تصمیم نداریم. به انگلیسی میگیم دیترمینیسم، همه چیز تعیین شده است. حالا الهیاتی در زمان قدیم جبر میگفتن، ولی خیلی منتقدین دوباره این کشف علمی رو نقد میکنن، میگن این یک نتیجه گیری بیخود از علم نوروساینسه که چون که مغز ماست که فقط تعیین میکنه و ما خودمون اختیار و تصمیم نداریم. بله، تمام این یعنی این ادعاها اگر انسان آزادی نداشته باشه یا اگر خدایی نباشه، خوبی و بدی معناش رو از دست میده. حالا من هنوز وارد کل اصلا فصل نشدم، من فقط تو این قسمت اول لپ کلامو گفتیم، ولی میخوام حالا تو قسمت بعدی وقتمون تو این قسمت داره تموم میشه این فصل رو یه مقدار بیشتر باز بکنم که به چه دلیلی داریم که میگیم اگر خدا نباشه پس توجیه و استانداردی هم برای خوبی و بدی نیست. پس این رو میخوایم با هم بیشتر تو قسمت بعدی باز بکنیم. خیلی ممنون از توضیحات شما. وقتمون در اینجا به پایان رسیده. دوستان عزیز، ما میخوایم که به بخش بعدی بریم، یک استراحت خواهیم داشت. در بخش بعدی با ما همراه باشید عزیز. بله دوستان عزیز، ادامه میدیم مطلب خودمون رو. به استودیو برمیگردیم و با همراهی دوست عزیزمون دکتر ساسان توسلی. ساسان جان، دفعه پیش توی بخش قبلی شما لپ داستان رو گفتید. لپ داستان، حالا بریم توی اصل کلام. تازه این همه اینا صحبت‌های خلاصه است. ویلیام کریگ اینطوری صحبت فلسفیش رو مطرح میکنه و این هست: اگر خدا وجود نداره، من باید این اول انگلیسی بگم بعد به فارسی ترجمه کنم. If God doesn't exist, objective moral values and duties do not exist. این کلمه objective یه مقدار فارسیش مشکله. اگر خدا وجود نداره، ارزش‌های اخلاقی که حالا یکی از معنای فارسی objective عینی هست، ولی یعنی تو خیال ما نیست، واقعیه، عینیه، چه ما قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم وجود داره. این کلمه objective. اگر خدا نباشه، ارزش‌های اخلاقی و وظیفه‌های اخلاقی واقعی هم وجود نداره. جمله اول. جمله دوم، ولی ارزش‌های واقعی و وظایف وجود داره. Objective moral values and duties do exist. نتیجه گیری therefore God exists. پس خدا هم وجود داره. دوباره میگم، اگر خدایی نباشه، ارزش اخلاقی واقعی و وظیفه اخلاقی هم وجود نداره، ولی ارزش اخلاقی و وظیفه واقعی وجود داره، پس خدا هم باید وجود داشته باشه.
این حالا صحبت منطقیه که ویلیام کریگ داره ستاپ میکنه، داره میچینه به قول معروف توی این فصل و این دوباره برمیگرده به این نکته اول. جمله اول چیه؟ که اگر خدایی نباشه ارزش اخلاقی ابجکتیو یا واقعی هم وجود نداره و این صحبتی بود که توی قسمت اول کردیم که یعنی منظور چیه؟ استاندارد واقعی، بنیاد واقعی، توجیهی برای خوبی و بدی نمیتونه وجود داشته باشه. پس حالا معمولا اگه کسی خدا رو قبول نداره میگه خوبی و بدی اساسش چیه؟ یا تصمیم شخصیه یا جامعه و اجتماع به ما اینو یاد میده، درستم میگم، یا فرضیه تکامل داروین. توی تکامل بشری ما این اخلاقیات ما با ما تکامل پیدا کرد. اینا پس تئوری های مختلف هست برای اینکه بنیاد اخلاقیات چی هست. این بحث زیادی. گفتم اگر فقط اساس اخلاقیات تصمیم شخصی باشه، اخلاقیات دیگه واقعی نیست، ابجکتیو نیست، میشه سلیقه. بنده شکلات دوست دارم، شما وانیل دوست دارید. من با یه ایرانی داشتم سالها پیش توی رستوران بحث میکردم، گفتش که اخلاقیات نسبیه، تصمیم شخصیه، هیچ بنیادی، هیچ استانداردی، معیاری، منبعی واقعی و جهانی برای اخلاقیات وجود نداره. گفتم اگر این باشه پس شما باید قبول بکنی فرقی نیست بین این که من شکلات دوست دارم شما وانیل دوست داری و یه نفر دوست داره گل بکاره تو وقت اضافهش، یکی هم دوست داره بره به یه نفر تجاوز کنه تو وقت اضافهش. فرقی نیست. واقعا اگر آدم به عمق مطلب نگاه بکنه، فرقی بین گل کاشتن و تجاوز کردن، بین کشتن یه نفر و کمک کردن به یه فقیر نیست. سلیقه است. برگشت گفت دقیقاً فرقی نیست. حالا اینجاست که بعد من به اون شخص گفتم تو وجدان خودت میدونی این دروغه. یعنی ما انسان‌ها خیلی چیزا رو با وجدان خودمون حس میکنیم ولی میخوایم اینا رو انکار بکنیم، دفع بکنیم. خود تجربه داشتی؟ صحبتی که رومیان میگه. آره. توی رومیان فصل 1 آیه 18 میگه اون کسایی که حقیقت رو میدونن خدا به اونها نشون داده ولی که اون رو خفه میکنن. بله. خفه کردن حقیقته. یعنی وجدان ما قانونیه که به ما قبل از اینکه ما چیزی رو بدونیم به ما آگاهی داده. یعنی بشر به طور طبیعی خدا بهش این توان رو داده که تشخیص خوب و بد رو بده و مذاهب و مکاتب که اینها سعی میکنن که به مردم بگن که شماها نمیدونید و باید بدونید که چی بده چی خوبه، در حالی که مردم دنیا، من این رو نظر بنده است البته، که این رو یک توهین بزرگ به بشریت میدونم، چون که خدا بشر رو طوری خلق کرده که بشر میتونه تشخیص بده چی بده و چی خوبه بر اساس ضمیرش، بر اساس اون قانون وجدان که خدا در بطن اون نهاده. دقیقاً. پس صحبت چیه؟ پس اگر خودمون میدونیم بریم دروغ میگیم، من میدونم در عمق وجودم که من فریاد میزنم، اعتراض میکنم، شکایت میکنم وقتی داستانهایی رو میشنوم که تو زندانها دارن مردم رو شکنجه میدن و بهشون تجاوز میکنن. این شکایت از کجا میاد؟ این آه و ناله به ظلم، به بی‌عدالتی، به زیر پا گذاشتن حقوق بشر از کجا میاد؟ باید یک استانداردی خارج از سلیقه من باشه، وگرنه من نمیتونم بی‌عدالتی رو محکوم بکنم. حالا شاید یکی بگن آقا جامعه دلیل خوبی و بدی، خوبی بدی رو برای ما جامعه ها و فرهنگ هامون تعیین میکنن. خیلی خوبه. اگر اینطوریه پس من نمیتونم اگه جامعه هند یه زمانی بیوه های زنده رو با شوهرشون میسوزون، شوهر که وقتی فوت میکرد خانمشون هم با شوهر میسوزوندن، هندوها هم قبول داشتن. چرا من در دنیای غرب اعتراض بکنم به این کار؟ نه، میدونیم که این جامعه هم نمیتونه استاندارد باشه. جامعه ها هم خیلی وقتا به بیراهه میرن و ما اعتراض میتونیم بکنیم به جامعه. حالا اونایی که میگن که نه، بنیاد اخلاقیات میتونه تکامل باشه، ولی تکامل یعنی حتی اگر بگیم فرضیه داروین هم قبول میکنیم، خود داروین و فرضیه داروین هیچ جایی برای خوب و بد نداره توی فرضیه تکامل.
اگر کاری بکنی که باعث زنده بودنت باشه و تولید نسل و رشد ژنت باشه، یعنی حرف داروین اینه که تمام موجودات زنده دارن با همدیگه می جنگن به خاطر محدودیت منبع غذایی و اونهایی که قوی ترن دارن جلو میرن و دارن رشد میکنن. خوب و بد از کجا میگیریم؟ خیلی وقت حالا شاید یه عده چون میگن که آره توی تکامل بشری فهمیدیم که اگر ما به همدیگه خوبی بکنیم و همکاری بکنیم هممون با همدیگه گروه ما برنده میشه. پس این توجیه تئوری تکامل برای اخلاقیات تجربی میگن. ولی یکی میتونه برگرده بگه که نه، خیلی‌ها هم از طریق دزدی و حقه بازی و کلاه گذاشتن سر دیگران تو زندگی جلو رفتن. همچین همکاری خیلی وقتا جواب نداده به قول معروف توی جامعه‌های بشری. پس میخوام بگم که هیچ کدوم از این دلایل نمیتونه توجیه بکنه یا بنیادی باشه که چرا اصول اخلاقی واقعا وجود داره. و اصول اخلاقی واقعا وجود داره، نه اینکه سلیقه شخصی منه. من میدونم در عمق وجودم نه به فلسفه نیاز دارم، نه به علم، نه به منطق، نه به دین و مذهب که تجاوز و شکنجه و بچه آزاری بده. باید جلوش بایستم، باید اعتراض بکنم، باید شکایت بکنم. شما نمیتونی بری توی یه جنگل وقتی یه شیری میاد یه حیوان دیگه ای رو میخوره، ما میریم شیر رو توبیخ بکنیم که چرا این کارو کردی؟ این طبیعته. قوی‌تر داره ضعیف‌تر رو میخوره برای زنده بودن خودش. ولی چرا وقتی یه آدم زور قلدر میاد به یه آدم ضعیف زورگویی میکنه وجدان ما رو عذاب میده؟ چون میگیم که نه، اینجا دیگه قانون جنگل و طبیعت نیست. پس همینی که ما میدونیم که بدون خدا ما هیچ دلیل و توجیه و بنیاد و منبعی برای ارزش‌های اخلاقی نداریم. میونه باز کلام شما باز هم تعریفی که ما از خدا خواهیم داشت تعریفی متفاوت خواهد بود، چون که توی دنیای ما تعاریف مختلفی از خدا هست تا اون خالق حقیقی. اشاره کردیم به قوانین، به طور خاص قانون وجدان که تشخیص خوبی رو بدی رو میده. و در این حال میخواستم چون شما نمونه ای رو آوردید، یک نمونه ای رو که شما توی هندوستان آوردید که آقایون رو وقتی میمیرن خانمای بیوه‌شون هم باهاشون میسوزونن. یه زمانی میسوزونن. میسیونرهای مسیحی از غرب که رفتن انگلیس گفتن این کار زشته، اشتباهه، این کارو باید بس کنیم. من میخوام بگم که من همین فکر میکنم 1 سال پیش یا 2 سال پیش بود توی مملکت خودمون من دیدم که بر اساس قانونی که دارن دختر باکره رو نمیتونن اعدام کنن. مسئول از مسئولین زندان به اون دختری که زیر سن بوده و باکره بوده زنا میکنن، تجاوز میکنن شرعی. چون که قانون خودشون، قانون مذهب خودشون، مکتبشون بهشون گفته که شما باید این کارو بکنید قبل از مرگ یک دختر باکره. میکشنش بعد از اینکه بهش تجاوز میکنن میکشنش، پول گلوله هم از خانواده‌اش میگیرن. یعنی این میخوام بگم که این طرف با چه ایده این کارو کرده. خب این علامت اینه که چقدر وجدان انسان میتونه کور بشه که واسه خودش توجیه چه وسیله کور میکنه. بله، توجیه دینی و مذهبی باشه. ولی این نمونه عالی هست، این مثال برای اونایی که بگن هر جامعه‌ای برای خودش تصمیم میگیره خوبی و بدی چیه. اگر هر جامعه واسه خودش تصمیم میگیره، تو نمیتونی به اون جامعه حالا به قول معروف رادیکال مذهبی ایراد بگیری، چون جامعهش اینطوری تصمیم گرفته که باید یه دختری رو بهش تجاوز کرد قبل از اینکه اون رو بکشی. دقیقاً. ولی وقتی ما میدونیم در وجدانمون اعتراض میکنیم، حتی اون کسی که میگه آقا همه ارزش‌های اخلاقی نسبیه، ولی اگر به خودش تجاوز بشه، اگر یکی به خودش خیانت بکنه، اگر یکی سر خودش رو کلا ببره، آیا خوشحال میشه؟ بازم تعریف نسبی رو داره در مورد این. ناراحته، عصبانی، شکایت میکنه. چون ما میدونیم یک سری قوانینی هست که چه من خوشم بیاد چه نیاد، چه خودم قبول کنم چه نکنم، این قوانین وجود داره. کجا این قوانین وجود داره؟ تو ماده و انرژی، توی فرضیه تکامل خوبی و بدی ازش بیرون نمیاد. پس حالا انگلیسیش میتونیم اینطوری بگیم، اگر if there is a moral law، اگر یک قانون اخلاقی وجود داره، there must be a moral law giver.
یک قانونمندی هم باید پشتش باشه. یعنی همونطوری گفتیم اگر یه طرحی باید طراحی باشه، نقشه باید نقاشی باشه، نوشته باید نویسنده باشه. اگر قانونی هست باید قانونگذاری هم مرسی، باید یک قانونگذار پشت قانون باشه. قانون اخلاقی رو ما نه از اتم و مولکول و انرژی میگیریم، نه از تکامل داروین میگیریم، نه از سلیقه شخصی میگیریم، نه از قوانین اجتماعی میگیریم. پس یک قوانین اخلاقی توی عالم هستی وجود داره، در عالمی که ما انسان‌ها باش برخورد میکنیم. فرانسیس شیفر میگفت همونطوری که اگه قانون جاذبه رو بشکنی ضربه میخوری، قانون‌های اخلاقی خدا رو وقتی ما زیر پا میذاریم ضربه‌ش رو تو زندگی میبینیم. تعبیر بسیار درست. پس اگر قانونی هست باید یک قانونگذار هم باشه و این یکی دیگه از استدلال‌هاییه که ما میتونیم استفاده کنیم برای وجود خود. خیلی ممنون از توضیحات شما. به انتهای برنامه میرسیم. دوستان عزیز بیننده، وقت ما در اینجا به پایان میرسه و از شما میخوایم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای برنامه ما بفرستید و تا برنامه دیگه، دیدار دیگه، شما عزیزان رو به خداوند پر از محبت میسپاریم. بدرود عزیزان.